رفقا خوش اومدید به اولین ویدیو از چنل موبایل گیمر. امیدوارم حالتون خوب باشه و هرجا هستید سلامت باشید. امروز اومدیم با اولین ویدیو چنل که قصد داریم شادو فایت جدید که اومده یا شادو فایت 5 یا شادز اگه اشتباه نکنم اسمشه رو بررسی بکن. حتما اگه خوشتون اومد لایک و ساب از یادتون نره، حتما حمایت کنید تا بیشتر ویدیو بذاره و حتما اگه قصدی درخواستی چیزی داشتید توی بخش کامنت ها بنویسید تا ویدیو بعدی از اون باشه. رفقا امروز اومدیم به اولین ویدیو چنل، یعنی بررسی بازی شادو فایت که الان من توی اکت یا آکت 1 هستم، بعد توی چپتر 2 که کومیکی هستش برخلاف شادو فایت 2 یا شادو فایت 3 که یه جو حالت سینماتیک بود نشون میداد وقایع داستان. این واقعا شادو فایت بالیه، از همه لحاظ میتونید مثلا سلاح رو با هم دیگه ترکیب کنید یه لول ببرید بالا. خیلی بازی خفنیه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم از فروشگاه پلی دانلود کنید. روی مارکت نمیدونم چرا بالا نمیاره ولی تو فروشگاه پلی بالا میاره. امیدوارم که همون نسخه بی نهایت هم بیاد واسش، واقعا خیلی خفن میشه. ولی یه سری ایرادات داره دیگه، مثل بازی شادو فایت 2 نیستش. بیشتر از این وقتتون رو نمیگم، بریم سراغ فایت تا فایتش هم بهتون نشون بدم. آهنگ بالی هم داره مثل خود شادو فایت 2. فکر کنم آهنگ شادو فایت 3 با شادو فایت آرنا یا هم شادو فایت 2 این شکلی نبود. خیلی گرافیکش باحال شده، همون حالت شادو فایت 2 رو داره ولی خیلی باحال. واقعا بازی جالبی شده. اینجا میتونید قدرت ها رو انتخاب کنید، مثلا هر چی رو انتخاب کنید مثلا تغییر ایجاد میشه توی بازی که انجام میدید. واقعا عالیه، خیلی بخشای باحالی داره. حتما بهتون پیشنهاد میکنم دانلود کنید. فکر کنم کلا 400 مگابایت باشه، خیلی زیاد باشه. بازی فوق العاده ای. حیف که روی فایتینگ اصلا روی موبایل نیستش، صنعت فایتینگ اصلا روی موبایل به هیچ عنوان وجود نداره. یعنی کلا بگم میدونم مورتال کمبت هستش که اونم چرت و پرت نسبت به بازی هستش، یا مثلا اینجاستیک 2 رو من خودم بازی کردم، باحاله. بخش داستانیش میگم مخصوصا بخش داستانیش که خیلی باحاله. همونجور که دارم حرف میزنم درو کنیم بریم، خیلی باحاله. ولی متاسفانه جز شادو فایت و اینجاستیس بازی خاص دیگه ای نداریم. اینو ندرلند میسازیدم بازی ساز شادو فایت و ویکتور و اینو که همشون از یه استودیو هست. دوستان بذارید یه چیزی بگم، ما همینجور میریم جلو. نمیدونم بخش یه حالت بود چالش بود توی شادو فایت 2، اونجوری میزدی میرفتی جلو، یه همچون حالتی شده فقط اون بخش هستش. بعد آخرش همینجور که میریم جلو به باس فایت میرسیم. باس فایت هم الان بریم جلوتر بهتون نشون میدم. خب اینجا مثلا میدونید من هر دفعه دمیج یا هلف رو انتخاب میکنم. نمیخوام زیاد وقت ویدیو، میخوام برم سراغ باس فایت سریع با نینجا دستوریر، همچین اسمی داره یا همچین چرت و پرت داره. شادو هم اگه عکسش رو دقت کنید که مثلا نوشته شادو اسم مبارزه زده، هم خود اسم شادو زده، هم عکس شادویی که مثلا تو چیز بود تو شادو فایت 2 هم بود گذاشت. شادو خیلی توی شادو فایت 3 بدبخت بود، نمیدونم داستانشو دیدید یا نه، ولی اگه ندیدید حتما برید بازی کن، خیلی بازی باله. اوه 75 تا از 520 تا دونمون کدوم انتخاب کنم؟ این دمیجه نمیخوام. خوبه بردیم، حالی. با نینجا افتادیم. ولی خیلی باحال میشد همون شادو فایت 2 رو بیام باز سازی کن، خیلی خیلی خفن میشد. این معلومه لجنده. $344 تا جون مقابل 75 تا از 520 تایی که داشتیم، الان شد 21. خوش. ای بابا افتادیم ترکیدیم.
متاسفانه شل کن بریم بیرون. چی شد؟ چرا رفت؟ ایو سریع حرکت کنیم، اجازه نداریم. میریم این دفعه چیکار کنیم؟ تا کجا میریم پیش؟ به جلو. ولی خدای بازی باحالی شده، کاری ندارم، بازی باحال شده. خواستم اولین ویدیومو با این بازی شروع کنم، واقعا بازی خفن. یا 35 شد زورمون کم شد. دم هلف داریم. این اپیکه. اپیک گیمز، استادیوم اپیک. منطقی سی 209 تا 219 تا جونش تموم شد. خوبه. حالا میتونیم بیایم بیرون؟ نه اینش مزخرفه دیگه. مثلا شادو فایت 2 خیلی باحال‌تر بود نسبتا. الان شادو فایت 2 واقعا یه بازیه که تو مثلا یه جو همچین حالت سیاه داره، قابل بازی کرده. جز مثلا بخش قدرتاش که مثلا یکم چیزه دیگه، کهنه شده دیگه، قدیمی شده با گرافیک الان، ولی بازم قابل قبوله. مثل TTI سن آندرس. TTI سن آندرس با شادو فایت 2 مثل گرمه سبزیه، هر چه بذار بیشتر بمونه اونقدرم بهتر میشه. منظورم اونجوری نیست. الان اگه تو دوره ای شده که الان اکثریت بازی‌ها چرت و پرت شدن. نه تقریبا همه بازی‌ها چرت و پرت شدن، فقط رفتن تو حاشیه. خودم اینا مثلا بازی‌های قدیمی خیلی بهتر شدن، خیلی عالی. می‌بینید بعضی از حرکاتاش هنوز مثلا همین که مثلا طرفو برمیگردونیم هنوز مثل شادو فایت 2، یعنی تغییر نکرده. مثلا شما بدید مثلا پشت رو برگردید مثلا این شکلی، بعد مشت رو بزنید طرفو مثلا یه جو حالت مثل کشتی برمیگردون. یکی دوتا وقت ولی دممون گرم، زون زیادی ازش کم. کلیمو بزنیم بیایم بیرون. درست منطقیست. اینجا میتونیم چیزی ترکیب کنیم؟ نه نمیشه، فقط باید آپگرید کنیم. آپگرید کردم اونجوری، آپگریدش خیلی خوب شده، زمان نمیخواد، واقعا عالیه واقعا. شادو فایت 2 رو اگه میخواستی خودت بازی کنی، مثلا بعضی از قابلیت ها رو میده. مثلا شادو فایت 2 رو اگه میخواستی خودت بازی کنی بدون مثلا کرکی چیزی، باید کلن وای میستاد واسه هر آپگرید مثلا 10-20 روز مثلا یا 10 ساعت. واقعا طولانی بود، یه جور مثل کلش آف کلنز بود. سایت بخش گرافیکش هم بهتون نشون بدم. گیم فکر کنم بخش گرافیکش همینجا باشه، یا موبیلست. نه این نیست. اینجا مثلا بخش حرکتاشه. مثلا من خودم زیاد تنظیمات نیومدم. لنگویج اینجا مثلا حرکتاست، چیزا مثل کالاف میتونی مثلا بزرگ و کوچیک کنی. اینجا بگم همون بخش گرافیک باشه که اینجا میتونید مثلا انتخاب کنید. بعد حرکت هستن واقعا خفنه. میدونم فکر کنم این یه حالت بخش بتا باشه یا آلفا باشه اومده باشه، ولی تازه اومده. بهش گفت اینو دوتا بزنی نمیدونم چی میشه، فهمیدم دوتا بزنی یه چیزی میشه. آهنگ شادو فایت واقعا زیباست، واقعا زیباست. واقعا زیباست، خلاص زیباست. خیلی آهنگ خفنی. آدم سوال انگار رفتی تو ژاپن تو کوه فوجی. فوجیه چیه این کوه؟ آره
اونجا مبارزه میکنه. واقعا زیباست. شادو رو تو وقتی که تو شادو فایت 3 میفهمی یه بچه داره، بعد کنارش پیرم شده، بعد اون زن شادو فایت کی بود اسمش یادم نیستش، حتما رو تصویر آوردم تو ادیت. آره همین که دارید میبینید مرده، واقعا آدم افسرده میشه. بعد شادو فایت رو مجبور مثلا الان مثلا تو شادو فایت 2 ما داشتیم کلا با شادو فایت میجنگیدیم دیگه، ولی وقتی میبینی که مثلا کسی که مثلا باد داشت مثلا همکاری میکرد، یه جور میبنزم چیه این که مثلا تو با شادو فایت رفتی جنگیدی دیگه، خب ولی اونجا مجبور خودت شکستش بدی. واقعا سوال بدی دار واقعا. حتی بونی هم ظروف کنه. تموم شد. تمام. نینجا دسترو همشون هم اسمشون یکی ها، نینجا. بدبخت پیتزارای مفخوری چیزی هستن واسه نه این اسمش نینجاست، جنسیت هم تغییر کرد. بدبخت تو شبیه معتاده، از یه معتاد داریم شکست میخوام. نه خدا شکر با 8 زوم بازی با ما همدردی کرد، همدردی همدلی هرچی یه چیز. اوه بد جای خورد خیلی بد جای خورد. خب دوستان امیدوارم که تا اینجا ویدیو از این ویدیو لذت برده باشید. از این ویدیو خب امیدوارم که لذت برده باشید. بیشتر از این چرت و پرت نمیگم، وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر حتما خوشتون اومد برید هم دانلود کنید، هم کانال ما رو ساب کنید، لایک هم کنید تا بیشتر ویدیو بذاریم. حتما نقشه ای داریم. دوستان یه مشکل پیش اومد، دمتون گرم از معرفتتون تا اینجا ویدیو نگاه کردی. حتما لایک و ساب از یادتون نره که تا اینجا ویدیو با معرفت نگاه که با معرفتم لایک و ساب از یاد نره. فعلا